جلسه‌ای که امشب در خدمتتون هستیم در مورد سال 2025، سالی که خیلی از همین به بسم الله هیجان داشته، سالی که از همین به بسم الله پر از اتفاقهای عجیب و غریب بوده و من باب همین ما باید بدونیم که توی سال 2025 چه اتفاقهایی توی دنیا داره میفته و چه اتفاقی قرار بیفته که بتونیم تصمیم گیری های بهتری انجام بدیم. تو سال 2025 که در خدمتتون هستیم، خب همه میدونیم الان آقای دونالد ترامپ شده رئیس جمهور وقت آمریکا، شخصی که بسیار اقتصاددان قویه و شخصی که بسیار اقتصاد خوب میدونه و میدونه چیکار کنه چیکار نکنه، ولی خیلی ها این شخص رو به عنوان یک شخص هیجانی میشناسن و چون جلسمون در مورد فضای ارز دیجیتال و فضای کریپتوکارنسی است، فضای بازارهای مالیه، من جلسمو با یه جمله شروع میکنم از آقای مایکل سیلور، مالک مایکرو استراتژی، یکی از کمپانی‌های خفن در حوزه ارز دیجیتال، که میگه کسانی که از پول رایج یا اصطلاحاً فیات برای ذخیره سازی پول استفاده میکنند، ما بهشون میگیم بدبخت بیچاره. و جالبه بدونید همین شرکت مایکرو استراتژی که در موردش صحبت میکنیم ماهیانه داره بیت کوین میخره توی هر قیمتی و دید از آینده‌ای که داره برای سال 2030. و خیلی جالبه که اینو اول جلسه بهتون بگم که بدونید الان با همین استراتژی که این شرکت پیاده کرده توی چند سال اخیر خودش رو رسونده به 100 شرکت برتر دنیا، در صورتی که اصلا قبلا در دنیا شاید این چنین نام و نشونی از خودش نداشته و تونسته با این حرکت پیشرو باشه و جزو اولین های این حوزه باشه. حالا تو این جلسه ای که داریم با هم صحبت میکنیم، ما میخوایم یه سری مسائل رو در کنار هم بررسی کنیم. اول جلسه گفتم برای تصمیم آگاهانه تر. حالا یک سوالی که برای هممون پیش میاد اینه که چرا میگن سال 2025 سال ارز دیجیتاله؟ چرا همش میگن آقا سال 2025 مثلا برو بیت کوین بخر، برو اتریوم بخر، برو سولانا بخر؟ این سوال برای هممون پیش اومده و من این سوال رو اینجوری بهش پاسخ میدم. ما 2 تا دلیل کلا داریم برای این که یک بازار صعودی باشد یا نزولی باشد و ما کلا از 2 منظره که میایم بازار رو بررسی میکنیم. یکی بهش میگن بحث فاندامنتال، یکی بهش میگن بحث تکنیکال یا بحث فنی بازار. خب و اگر ما بخوایم از دیدگاه فاندامنتال به بازار نگاه کنیم، الانی که در خدمتتون هستیم اولین رئیس جمهور کریپتویی دنیا رو داریم و شخصیه که بسیار طرفدار بیت کوین و ارزهای دیجیتاله و این شخص کسی نیست جز آقای ترامپ. و خیلی جالبه که بدونید برای بحث انتخاباتش هم بسیار از این قضیه استفاده کرد که آقا من طرفدار کریپتو هستم، من بیت کوین دارم و تو همون تایم هم دقیقاً ارز دیجیتال خودش رو رونمایی کرد که ارزش یک رشد عجیب غریبی داشت. و جالبه بدونید که این میتونه نوید یک دوره 4 ساله خوب برای بازار ارزهای دیجیتال باشه، به خصوص در سال 2025. و این یکی از دلایلیه که باعث میشه ما بگیم سال 2025 سال ارز دیجیتاله. یکی از دلایل دیگه ای که تو بحث فاندامنتال باز دوباره به همین مبحث ربط داره آقای ایلان ماسک، که آقای ایلان ماسک میدونید بسیار توی حوزه تکنولوژی سرآمده، بسیار ثروتمنده و این شخص الان مسئول وزارت کارآمدی دولت آمریکاست. مسئول وزارت کارآمدی دولت آمریکا که حالا به انگلیسی علامت مخففش میشه DOGE و نمادش میشه همون نماد دوج، ارزی که ایلان ماسک پشتشه و بارها هم این ارز رو
توییت کرده، در موردش صحبت کرده و میگه من این ارز رو دوست دارم. و خیلی جالبه بدونید که الانی که داریم با هم صحبت میکنیم 2 تا دلیل اصلی بهتون گفتم و یک سری دلایل دیگه که باز هم اینا میشن بحث‌های فاندامنتال و بحث‌هایی که توی بازار خیلی تاثیرگذارن. یکی از چیزهایی که توی دنیا داره اتفاق میفته اینه که ما تو دنیا داریم تورم سنگینی رو میبینیم. حالا شاید بگید آقا تورم چه ربطی به ارز دیجیتال داره؟ اینو از من داشته باشید، هر موقع تورم در یک کشوری در دنیا در یک منطقه زیاد میشه، مردم ترجیح میدن پولشون رو به جای اینکه تبدیل کنن به قول گفتنی اون ارز فیات یا اون ارز رایج کشور یا تو بورس اون کشور سرمایه گذاری کنن، ترجیح میدن دارایی های پرریسک بخرن مثل ارزهای دیجیتال. پس پول بیشتری سمت فضای ارز دیجیتال میاد. این یه دلیل دیگه جدا از 2 تا دلیل اصلی که بهتون گفتم. دلیل بعدی نوسانات شدید بازار سنتیه. یعنی شما مثلا تو 1 سال اخیر میای بررسی میکنی چه تو کشور خودمون چه تو دنیا، آقا فلان بانک ورشکسته شد، آقا فلان مؤسسه این اتفاق براش افتاد، آقا فلان کاسب فلان اتفاق براش افتاد و این نشان دهنده اینه که آقا تو بازار نوسانات شدیدیه و وقتی نوسانات بازار شدید میشه باز هم مردم ترجیح میدهن برن جایی سرمایه گذاری کنن که بتونن یک بازدهی خوبی ازش بگیرن که اون میتونه بازار ارز دیجیتال باشه. گزینه سوم، پذیرش مؤسسات مالی بزرگ. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی از مؤسسات مالی بزرگ دنیا بیت کوین رو رسما پذیرفتن، بازار ارزهای دیجیتال رو پذیرفتن و دارن ازش استفاده میکنن و روز به روز داره به این مؤسسات اضافه میشه که سردمدار این مؤسسات هم کمپانی بلک راک یا مؤسسه بلک راک که توی دنیا کلا حرف گفتن داره و جالبه بدونید این مؤسسه بیش از 10 تریلیون دلار سرمایه داره و بعد از آمریکا و چین خودش ثروتمندترین به قول گفتنی مؤسسه دنیاست و الان تو این حوزه داره بسیار حرفه‌ای کار میکنه و پیش میره و جزو نهنگ‌ها یا هولدرهای بزرگ بیت کوین و ارزهای دیجیتال. دلیل چهارم، حمایت دولت‌ها. شاید جالب باشه براتون الانی که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی از کشورها خیلی از دولت‌ها دارن برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال قانون‌گذاری میکنن و این میتونه پذیرش عمومی بیت کوین رو توی دنیا بیشتر کنه و افراد بیشتری رو وارد این حوزه بکنه. 5. تجارت بین‌المللی. خب الان تجارت‌های بین‌المللی به یک چیزی نیاز دارن که بتونن خیلی ساده بدون مشکلات بانکی، بدون مسائل مالیاتی، بدون رد مالی و مسائل اینجوری بتونن معاملات بین‌المللیشون رو انجام بدن و ارزهای دیجیتال این کمک رو به این به قول گفتنی تاجرها یا بازرگان‌ها یا این کشورها میکنه. دلیل ششم، تحولات فناوری. واقعا میتونم بگم سال 2025 سال 2026 سال شکوفایی فناوری هاست. یعنی ما شاید مثلا 15 سال پیش اینترنت اومد، حالا 4 سال 5 سال توی کشور ما طول کشید مردم باهاش اخ شدن و اوکی شدن و اینا، اما الان شما میبینید هوش مصنوعی میاد تو کمتر از 6 ماه میاد همه میشنون که آقا هوش مصنوعی اومده، وای چت جی پی تی اومده، وای فلان چی اومده و سرعت تکنولوژی بسیار زیاد شده و این هم میتونه پذیرش و بیت کوین رو در سراسر دنیا به قول گفتنی پذیرشش رو بیشتر کنه و افراد بیشتری رو وارد این حوزه بکنه. اینها دلایلی بود که از لحاظ فاندامنتال یا از لحاظ اخباری یا از لحاظ بنیادی ما میایم و میگیم آقا سال 2025 سال خوبی برای بازار ارزهای دیجیتال. حالا میخوایم از لحاظ تکنیکال یا از لحاظ فنی به بازار نگاه کنیم و اگر بخوایم از لحاظ تکنیکال یا فنی به بازار نگاه کنیم، توی بازار کسایی که ترید میکنن و به قول گفتنی
میان نمودارها و اینا رو به صورت فنی بررسی میکنن، یه جمله خیلی رایجه و میگن تاریخ تکرار میشه. و یکی از اتفاقاتی که از سال 2008-2009 که بیت کوین اومده اتفاق افتاده اینه که هر 4 سال یک بار بعد از هاوینگ بیت کوین ما یک رشد عجیبی از بیت کوین و ارزهای دیجیتال داریم. حالا شما فکر کنید ما الان دقیقاً تو همون 4 سال هستیم، یعنی دقیقاً تو همون چرخه 4 ساله هستیم و کلی دلایل فاندامنتالی هم کنارشه. و جالبه بدونید همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم بیت کوین رو سابقا ما میدیدیم میومد یک سقف جدیدی میزد، یک افت شدیدی، حالا باز دوباره یک سقف جدیدی، یک افت شدیدی، و شما تو این چند ماه اخیر نمیبینی اون افت‌های عجیب و غریب بیت کوین رو. و این نشان از اون تمایل خرید است، نشان از متفاوت بودن سال 2025. و اگر میخواید یک دیدگاهی از سمت من داشته باشید نسبت به بیت کوین، نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، چون قبل از جلسه گفته بودیم یه سری تحلیل ها، یه سری دیدگاه ها هم بهتون میدیم. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم بیت کوین هول و هوش 98,000. این که میگم هول و هوش چون ممکنه 5 دقیقه کم و زیاد باز داره این قیمت تغییر کنه. قبل از جلسه که چک کردم هول و هوش 98,000 بود و من به شخص دیدگاهم اینه که بیت کوین تو سال 2025 حداقل قیمت 130-135 هزار دلار رو به چشم میبینه. اتریوم حداقل قیمت 6 الی 7 هزار دلار رو به چشم میبینه. سولانا حداقل قیمت 400-500 دلار رو میبینه. بی ام بی حداقل قیمت 1000-1200 دلار رو به چشم میبینه. و ارز فانتوم یا سونیک در حال حاضر یا اس که الان قیمتش حدوداً 30 سنته، قیمت 2-3 دلار رو به چشم میبینه. و این دیدگاه من نسبت به بازار، و همتون میدونید که بازار قطعیتی نداره، ولی میخوام اینو بهتون بگم که دیدگاهم اینه که این بازار میتونه چقدر رشد بکنه. ارز دوج هم که میگید به نظر من 70-80 سنت حداقل میبینه. حالا اگر سوالی در مورد حالا ارزهای دیگه دارید بعداً میتونید پی وی بپرسید بهتون بگیم. و حالا این موردی که من میگم الان خیلی ها میگن خب آقا بریم بیت کوین بخریم، آقا بریم اتریوم بخریم. اتریوم الان مثلا قیمتش 2000 مثلا 600 دلار، مثلا اگه بشه 7000 دلار حدوداً پول من 3 برابر شده، به به چه خوب فلان. اما یه چیزی رو مد نظر داشته باشید، هیچ موقع با 2 تا پاتون عمق یک آب رو تست نکنید. هیچ موقع با 2 تا پاتون عمق یک آب رو تست نکنید. اگر میخواید وارد بازار ارز دیجیتال بشید، بله قطعا این بازار خوبیه، قطعا این بازار آینده خوبی داره، اما بهترین روش سرمایه گذاری در دنیا خرید و فروش پله‌ایه. یعنی شما همه پولتون رو یک جا وارد یک بازاری نکنید، پله پله. آقا بیت کوین الان 98. مثال میزنم، مثلا شما 1000 دلار پول دارید، خب تو 98,000 دلار یه پله بخر، 100 دلار 200 دلار بخر. تو 90,000 دلار 100 دلار 200 دلار بخر. توی 85,000 دلار اگه افت کرد 100 دلار 200 دلار بخر. اگر به 80,000 رسید 100 دلار 200 دلار بخر. این روش صحیحشه، نه اینکه شما بیای یک جا مثلا 1000 دلار تو بدی بیت کوین. حالا شاید براتون سوال بشه آقا مگه شما نگفتی بیت کوین میشه 135,000 دلار، 140,000 دلار؟ چرا من گفتم، ولی نگفتم از همین جا پرواز میکنه و میره میشه 135,000 دلار. بازار بالا و پایین داره و شما باید یاد بگیری که توی بازار در نقطه مناسب وارد بشی و در نقطه مناسب خارج بشی. و کاسبا همیشه این جمله رو میگن نون توی خرید خوبه. نون توی چیه؟ خرید خوب. پس شما هر چی بتونید ارزهای دیجیتال رو در قیمت‌های بهتری بخری، خب قطعاً
مزایای بهتری هم برای شما داره و میتونه سودآوری بهتری هم برای شما داشته باشه. و من دیدگاه همینه، با اینکه سال 2025 سال خوبیه برای بازار ارزهای دیجیتال، ولی از نظر من بیت کوین باید محدوده $85,000 و شاید $80,000 رو هم به چشم ببینه. پس به خاطر این میگم شما در کنار اینکه باید دیدگاهتون سودی باشد، باید اینو هم مد نظر داشته باشید که در نقطه مناسب خرید کنید. تا اینجای جلسه اومدیم در مورد این صحبت کردیم که چرا سال 2025 سال خوبیه. اومدیم از لحاظ تکنیکال، از لحاظ فاندامنتال قضیه رو چک کردیم و اومدیم یک دیدگاه و یک تحلیل کلی از بازار ارز دیجیتال داشتیم. ولی خب یک نکته ایه که باید در سال 2025 مد نظر داشته باشید، اگر آدم‌هایی هستید که به دنبال این هستید که توی این حوزه پیشرو باشید، الان ارزهای دیجیتالی که در حوزه AI ایجنت هستن، AI ایجنت اگر نمیدونید یه جلسه دیگه قراره چهارشنبه برگزار کنیم در موردش صحبت کنیم. الان ارزهایی که در حوزه AI ایجنت هستن یا ابزار AI ایجنت هایی که وجود دارن و ما رو توی حوزه ارز دیجیتال راهنمایی میکنن خیلی بورسن و میتونن توی این حوزه کمک شایانی به ما بکنن. تا اینجا جلسه در مورد اینا صحبت کردیم. بریم سراغ بحث داغ دلار و طلا که متاسفانه بگم خوشبختانه برای کسایی که درآمد دلاری دارن، بگم متاسفانه نسبت به شرایط اقتصادی که داریم و روز به روز داریم میبینیم طلا سقف جدید میزنه، دلار سقف جدید میزنه و روز به روز قیمت ها بالا و بالا و بالاتر میره و فشار اقتصادی به مردممون بیشتر میشه. اما دوستان یه واقعیت که ما باید بپذیریم اینه که ما بشینیم بگیم واوی مثلا استوری بذار ما تحریم میکنیم، واوی نمیدونم مثلا نق بزنیم، واوی از این بدتر که نمیشه و اینا، هیچ دردی از ما دوا نمیکنه و تنها کاری که ما میتونیم در این شرایطی انجام بدیم اینه که شرایط رو بدونیم و خودمون رو نسبت به شرایط به قول گفتنی تطبیق کنیم، انطباق بدیم و آدم‌های انعطاف‌پذیر باشیم و بتونیم خودمون رو با شرایط وفق بدیم. این تنها کاریه که ما میتونیم انجام بدیم و اینو گفتم خیلی دوستانه بهتون بگم و بعد برم سراغ تحلیل دلار و طلا. اگر بخوایم بریم سراغ بحث تحلیل دلار و طلا، اول از همه طلا رو تحلیل کنیم. من توی این جلسه یه هدیه به شما بدم و اونم نحوه محاسبه قیمت طلا رو میخوام بهتون بگم که دیگه اینجوری نباشه که وای مثلا آقا چجوریه میگن آقا اونس طلا رشد کرده تو ایران مثلا طلا رشد نکرده یا تو ایران خیلی بیشتر رشد کرده، جریان چیه چجوریه. یه فرمول میخوام بهتون بدم که خودتون رو راحت کنید که این فرمول سمت چپ که میبینید فرمول محاسبه قیمت طلا 18 عیار بر اساس اونس جهانیه. شما میای 75 صدم رو ضرب در قیمت اونس جهانی در قیمت دلار میکنی که الانی که داریم با هم صحبت میکنیم قیمت اونس جهانی حدوداً $2,900، قیمت ارزم به حضورتون دلار حدوداً 95,000 تومانه. این دوتا رو که ضرب در هم بکنید، بعد ضرب در 75 صدم بکنید، یه عددی به دست میاد میشه 206,625 میلیون. خب تقسیم بر عددی که میبینید میکنید 31/1035 تقسیم بر 31/1035 و عددی که الان به دست میاد 6,643,000 که شما الان برید روی تابلوهای طلا فروشی هم نگاه کنید، طلا الان گرمش 6,600,000. این میشه نحوه محاسبه قیمت طلا در کسری از ثانیه. حالا
من میخوام نسبت به پیشبینی سازمان برنامه و بودجه که میاد هر سال یک به قول گفتنی پیشبینی میکنه که سال آینده قیمت دلار حدوداً چقدره، بیام بهتون آمار ارقام بدم، نمیخوام از خودم عدد در بیارم. برنامه بودجه اومده پیش بینی کرده و گفته آقا سال 1404 قیمت دلار حدوداً 110 الی 120 هزار تومانه. من 110 هزار تومان در نظر گرفتم و قیمت اونس جهانی رو هم 3000 در نظر گرفتم در یک وضعیت نرمال و عددی که به دست اومده 7,957,000 تومانه. یعنی یکی از قیمت هایی که طلا میتونه در سال آینده داشته باشد 7,957,000 تومانه. حالا توی اسلاید بعدی میخوام حالت دیگه شو براتون بررسی کنم. حالت دیگه چیه؟ اومدم در نظر گرفتم که آقا فرض بر این که توافقات اتفاق بیفتد که میدونید چند روز پیش رهبر گفتن آقا هیچ مذاکره ما نمی کنیم، ولی من فرض رو بر این گرفتم که توافقات اتفاق بیفتد. اونس طلای جهانی همون 3000 دلار در نظر گرفتم، قیمت دلار 95 الان در نظر گرفتم، یعنی دلار از این بالاتر نره. باز قیمت طلا شده 6,872,000 و اومدم اینو در حالتهای مختلف بررسی کردم و در سال آینده قیمت طلا مینیمم میتونه 6,872,000 تومان باشه و ماکسیموم اگر هم طلا رشد هم اونس طلا رشد بکنه هم دلار رشد بکنه میتونه 9 میلیون باشد. یعنی به صورت اوریج یا میانگین میتونه 7,945,000 تومان باشه. شما بگو 7,900,000 یا بگو 8 میلیون. اما نکته اینو من میگم من باب این نمیگم که شما الان برید طلا بخرید، من باب این میگم که بدونید سال آینده چه خبره. چرا؟ چون اگر الان طلا قیمتش گرمی 6,600، من میگم این رشدی که الان طلا کرده، این رشدی که الان دلار کرده، دلار الان 94-5 تومنه، طلا گرمی 6,600، میتونه یک افتی داشته باشد بعد بره و اون قیمت‌های جدید رو تجربه کنه. چون دوستان بازار اینجوری نیست که یه دفعه مثلا ما از 60 تومن بریم 70 تومن 80 تومن 90 تومن 100 تومن 120 تومن. بازار سالم، البته میدونم خودتون میدونید منظور از بازار سالم چیه، اصولش اینه که یک افت قیمتی داشته باشد. حالا شاید افت قیمت هم اتفاق نیفته، ولی اگر دیدگاه منو میخواید طلا میتونه مجددا قیمت 6,600 5,700 اینا رو هم ببینه بعد به رشدش ادامه بده. دلار میتونه مجددا قیمت 90 تومن 85 تومن رو هم ببینه بعد به رشدش ادامه بده. و همیشه باز هم تکرار میکنم هیچ موقع اینو مد نظر داشته باشید یه جا کل پولتون رو نرید یک دارایی رو بخرید. شما باید یاد بگیرید سبد بندی انجام بدید. شما باید یاد بگیرید یک سبدی داشته باشید که یک به قول گفتنی مدیریت ریسک و ریوارد یا پاداش خوبی برای شما به ارمغان بیاره که بتونید از اون بازدهی خوبی بگیرید. به قول قدیمی ها همه تخم مرغاتون رو توی سبد نباید بریزید. من فقط دارم دیدگاهمو بهتون میگم بر اساس یه سری دو تا چهار تا که بدونید داره چه اتفاقی میفته. و این چیزی هم که میگم توی اسلاید بعدی مثلا در مورد دلار دقیقاً این قضیه رو شما میبینید که الان توی این اسلاید این نموداری که دارید میبینید بهش میگن نمودار اشباع خریدار و اشباع فروشنده. خب و الان ما در یک نقطه اشباع وجود داریم. پس اگر یه دفعه دلار از 94-5 تومن اومد 90 تومن اومد 87 تومن اومد 85 تومن تعجب نکنید. نمیگم میاد 85 میمونا، ولی میگم یه دفعه نرید توی سقف بخرید. من صحبتم اینه. همون بیت کوین هم داشتم میگفتم، گفتم آقا میتونه 135,000 دلار این اعداد رو ببینه
ولی این من باب این نیست که همین لحظه برید کل سرمایه‌تون رو بکنید بیت کوین یا هر دارایی دیگری. اینا رو من باب این میگم که خدای نکرده بعد از این جلسه درگیر هیجانات نشید و هیجانی تصمیم نگیرید و قطعا میتونید اگر تو این قضیه نیاز به راهنمایی دارید تایم بگیرید، مشاوره بشید و تصمیم آگاهانه تری نسبت به وضعیت زندگیتون، نسبت به وضعیت جیبتون بگیرید. و این بود یک خلاصه ای از دلایل این که چرا سال 2025 سال خوبی برای ارزهای دیجیتال، چه از لحاظ تکنیکال چه از لحاظ فاندامنتال. یه سری ارزها رو بهتون گفتیم و پیش‌بینی‌هایی که مد نظرمون بود. یه تحلیل از دلار و طلا داشتیم. من تمام تلاشمو کردم که جلسه رو توی نیم ساعت جمع کنم که بتونیم ایشالله یک اطلاعات مختصر و مفیدی رو به شما عزیزان داده باشیم که امشبی که تایم گذاشتید و اومدید تو این جلسه اطلاعاتی به اطلاعاتتون اضافه شده باشه و بتونید تصمیمات بهتری بگیرید. من جلسه‌ام تمومه، فقط اگر دوست دارید جلسات اینجوری رو مشارکت کنید، دوست دارید تو این جلسات باشید و اطلاعات به دست بیارید، ما چهارشنبه هم یعنی 2 روز دیگه یه سری اطلاعات در مورد هوش مصنوعی قرار بهتون بدیم و جالبه بدونید حالا منی که خودم به قول گفتنی چند ساله دارم تو بازار ارز دیجیتال کار میکنم، خیلی از اطلاعاتی که امشب به شما دادم از هوش مصنوعی به دست آوردم و هوش مصنوعی میتونه توی خیلی از موارد ما رو راهنمایی کنه، ما رو مشاوره بده برای تصمیمات بهتر. اگر دوست دارید چهارشنبه میتونید توی جلسه حضور داشته باشید و جلسات بعدی رو هم باشید.